روانشناسی ثروت 1 قسمت اول. پیشینه و تجربه شخصی. عباس منش از مسیر زندگی و چالش‌های مالی دوران نوجوانی و جوانی خودش صحبت میکنه. از کارگری و برقکشی تا ایجاد کسب و کارهای مختلفی مثل تعمیر رادیو، کلوپ کامپیوتری و ساندویچی. این تجربیات باعث شد اون به اهمیت باورها تو مدیریت ثروت و مالی پی ببره. هدف و انگیزه. هدف اصلیش دستیابی به ثروت مالی بوده، اما به دلیل باورهای نادرست درآمداش به شکلی بیفایده از بین میرفتن. این تضادها و تجربیات زندگیش اونو به سمت ایجاد آگاهی‌های جدید و طراحی دوره آموزشی فعلی سوق داده. پس هدف دوره بازسازی دوره با تمرکز بر آگاهی‌های نوین برای کمک به مخاطبین در شناخت و تغییر باورهای مالیشون. مسئله اصلی اینه که افراد بسیاری با وجود تلاش و کار زیاد ثروت پایداری ندارن. این مسئله به باورهای بنیادین ذهنی اونها برمیگرده، نه به میزان کار، استعداد، تحصیلات یا شرایط بیرونی. تشبیه سطل سوراخ. زندگی مالی عباس منش مثل سطلی بوده با سوراخ‌هایی که علیرغم درآمد خوب پولی از اونها در نمی اومده و از دست میرفته. در اصل دلیل این مشکل باورهای اشتباه و محدود کننده مالی بوده. ریشه باورهای مالی از تکرار شنیده ها، تجربیات کودکی، محیط اطراف، خانواده و فرهنگ شکل میگیره. این باورها میتونه مثبت یا منفی باشن و نتایج زندگی رو تحت تاثیر قرار بدن. قدرت باورها. عباس منش توضیح میده که باورهای ما واقعیت زندگی ما رو میسازن. اگه باور کنیم که پول به سختی به دست میاد و راحت از دست میره، جهان این باور رو به ما ثابت میکنه. تأکید بر تغییر باور. عباس منش تأکید میکنه که برای تغییر شرایط مالی باید باورهای محدود کننده تغییر کنن. این تغییر ربطی به شرایط بیرونی، جنسیت یا موقعیت جغرافیایی نداره، بلکه کاملا به باورهای درونی وابسته است. مفهوم اصلی. ثروتمند شدن یا فقیر موندن به عوامل بیرونی مثل جنسیت، شغل، محل زندگی، سن یا میزان تحصیلات وابسته نیست. این باورها که معمولاً از محیط و جامعه به ذهن ما القا شدن اشتباهند و دلیل اصلی وضعیت مالی افراد نیستند. تأثیر باورهای شغلی. باور اشتباه بسیار از افراد اینه که شغل خاصی میتونه تضمین کننده ثروت باشه. در واقعیت در هر شغلی هم افراد بسیار ثروتمند و هم افراد بسیار فقیر وجود دارند. موفقیت مالی به نوع شغل وابسته نیست، بلکه به نوع نگرش و باورهای شخص نسبت به ثروت بستگی داره. باورها درباره سن و موقعیت. باورهایی مثل برای ثروتمند شدن سنم بالا رفته یا تو این سن کم نمیشه موفق شد، اینا همه محدود کننده. در عمل نمونه‌های موفقی از افراد در سنین مختلف وجود دارند، یا در جوانی به ثروت رسیدن یا پس از بازنشستگی تونستن رشد مالی فوق‌العاده‌ای داشته باشند. بی‌اعتباری تحصیلات و محل زندگی به عنوان عامل موفقیت. تحصیلات بالا یا زندگی تو کشورهای خاص تضمینی برای ثروت نیست. افراد بسیاری بدون تحصیلات آکادمیک به ثروت رسیدن و در عین حال افراد تحصیل کرده زیادی تو مشکلات مالی گرفتارند. همچنین افراد ثروتمند تو کشورهای فقیر و افراد فقیر تو کشورهای پیشرفته نشون دهنده بی‌رفت بودن محل زندگی به ثروتمند شدنه. هدف اصلی. برای ثروتمند شدن باید باورهای محدود کننده رو شناسایی کنیم و کنار بذاریم و به دنبال عامل اصلی که درون خودمون بگردیم. این تغییر ذهنیت نقطه شروع واقعی پیشرفت مالیه. باورهای اشتباه درباره زمان و ثروت. بسیار از افراد معتقدند تو گذشته امکان ثروتمند شدن بیشتر بوده و الان این امر دشواره. این باور از تجربیات شخصی یا شنیده‌هایی مثل قدیما زمین ارزون بود، قدیما راحت‌تر میشد خونه خرید نشأت میگیره، در حالی که شواهد نشون میده افراد بسیاری تو شرایط فعلی و بدون تجربه طولانی تو بازار به ثروت‌های چشمگیری دست یافتن. تأثیر باورها بر موفقیت مالی. باورهای ما به شدت بر مسائل مالی تأثیر دارن. اگه این باورها محدود کننده باشن، هر چقدر هم تلاش فیزیکی کنیم موفقیت به دست نمیاد. تغییر باورها ما رو به سمت ایده‌ها، فرصت‌ها و انسان‌های مناسب هدایت میکنه که ثروت آفرینی رو ممکن میکنه. تأثیر باورهای مذهبی بر نگرش نسبت به پول.
تو بسیار از فرهنگ‌ها باورایی مثل ثروت باعث دوری از خدا می‌شود یا ثروتمندان نادرست کارند یا خوب نیستند رایجه. این نوع تفکرات مانعی برای پذیرش ثروت به عنوان یک دستاورد مثبته و افراد رو از دنبال کردن اهداف مالی باز می‌داره. ضرورت تغییر دیدگاه، شکستن باورهای محدود کننده و جایگزین کردن اونا با نگرش‌های مثبت درباره ثروت ضروریه. این تغییر ذهنیت نیازمند آگاهی، تمرین و تکراره تا باورهای جدید جایگزین الگوهای قدیمی بشن و افراد بتونن به شکوفایی مالی دست پیدا کنن. تأثیر محیط خانوادگی بر باورهای مالی. عباس منیش تو محیطی با باورهای محدود کننده مالی رشد کرده بوده. صرفه‌جویی شدید تو مصرف آب و برق و حتی وسایل ساده مثل مداد نشون دهنده ذهنیت خانواده‌اش نسبت به کمبود منابع بوده. این باورها روی رفتارها و نگرشش تأثیر عمیقی گذاشته و محدودیت‌های بسیاری رو تو کودکیش ایجاد کرده. تغییر باورها و دستاوردهای مالی. با تغییر نگرش و باورها، عباس منیش تونسته از شرایط فقر مطلق به ثروت و آزادی مالی دست پیدا کنه. الان مالک املاک متعدد و خودروها و دارایی‌های لوکس تو سراسر جهانه و توانایی خرید بدون دغدغه مالی رو داره. این تجربه نشون میده که تغییر باورها میتونه زندگی افراد رو از پایه و اساس دگرگون کنه. باورهای مذهبی و ثروت. عباس منیش تاکید میکنه بسیار از باورهای مذهبی ثروت رو با گناه و دوری از خداوند مرتبط کرده. این باورها میتونه احساس گناه ایجاد کنه و مانع بهره‌مندی از ثروت بشه. اون معتقده که برای دستیابی به سعادت و ثروت باید این ذهنیت‌ها تغییر پیدا کنن. فرایند مداوم پیشرفت. اون معتقده مسیر ثروت و موفقیت انتهایی نداره. همیشه میشه و میتوان به پیشرفت بیشتر دست پیدا کرد. اون تاکید داره که هر کسی میتونه با تغییر باوراش در هر نقطه‌ای از زندگی که باشه به سمت موفقیت و ثروت حرکت کنه و به سطح بالاتری برسه. تغییر باورها و رفع محدودیت‌ها. در ادامه بیان میکنه تغییر باورها به معنای از بین بردن ترمزهای ذهنی و حرکت به سمت خواسته و اهدافه. این تغییرات میتونه مثل نصب یک بادبان باشه که ما را به سرعت به سوی خوشبختی و ثروت هدایت میکنه. تغییرات به تدریج اتفاق میافتن، اما به اندازه تغییر باورها نتایج ما هم تغییر میکنن. الگوهای موفقیت و شکستن باورهای محدود کننده. اون پیشنهاد میکنه با پیدا کردن الگوهای موفق از افرادی که تو شرایط مختلف، تو سنین مختلف، با تحصیلات متفاوت و حتی تو شغل‌های مختلف موفق شدن، ما باورهای محدود کننده را بشکنیم. اون تاکید میکنه که تغییر باورهای قبلی به وسیله شواهد منطقی و مثالهای واقعی انجام میشه. نوشتن برای ایجاد تغییر. نوشتن و شواهد منطقی ابزارهایی برای تغییر باورهای ذهنیه. به جای قبول باورهای قدیمی که تنها به یک شغل خاص، مکان خاص یا جنسیت خاص محدود میشن، باید الگوهای مختلفی رو پیدا کرد و نوشت. این کار به ذهن کمک میکنه تا شک کنه و باورهای جدید رو جایگزین کنه. اهمیت اقدام و تمرین. اون تاکید میکنه افراد باید به صورت فعالانه و مداوم این تمرینات رو انجام بدن. نوشتن و به کار گرفتن الگوهای مناسب راهی برای تغییر باورها و رسیدن به موفقیته و بیان میکنه افرادی که تو این مسیر حرکت نمیکنن و تمرینات رو جدی نمیگیرن نمیتونن به نتایج مطلوب برسن. در پایان عباس منیش از شرکت کنندگان رو تو دوره دعوت میکنه تا با نوشتن الگوها و تغییر باورهای خودشون تو مسیر موفقیت مالی حرکت کنند. پتانسیل در تمام شغل‌ها. عباس منیش تاکید میکنه در تمام شغل‌ها این پتانسیل وجود داره که افراد به موفقیت مالی و ثروت دست پیدا کنند. اون از شرکت کنندگان میخواد این موضوع رو بنویسن، با دیگران به اشتراک بذارن. همچنین متعهد بشن به پیشرفت مالی و تغییر باورها به عنوان یک قدم ضروری. تجربه شخصی و تعهد به تغییر. تجربه شخصیشو بیان میکنه که چطور تو شرایط سخت و دشوار مالی تصمیم به تغییر و پیشرفت گرفته و با استفاده از ابزارهای منطقی و نوشتن الگوها باورهای محدود کننده‌شو تغییر بده و نتایج به تدریج بهتر شدن.
اون بر تعهد به تغییر و استمرار در تلاش تاکید میکنه. مهم بودن تغییر باورها. عباس منش تاکید میکنه تغییر باورهای محدود کننده میتونن مسیر موفقیت مالی رو هموار کنن. این تغییرات با استفاده از منطق و شواهد واقعی، شکستن باورهای قدیمی و نوشتن ایده ها و الگوها امکان پذیره. باورهای صحیح باید جایگزین باورهای غلط بشن تا بشه به اهداف مالی برسیم. نکته کلیدی تعهد زمان. اون یادآوری میکنه تغییر باورها نیاز به وقت و تعهد داره. هیچگاه نباید از تلاش برای تغییر دست کشید. حتی اگه فردی در کار روزمره خودش مشغوله، باید زمانی رو برای کار کردن روی باوراش پیدا کنه. با گوش دادن به فایلات، نوشتن و صحبت کردن با خود میتونیم به تغییرات پایدار دست پیدا کنیم. در پایان عباس منش از شرکت کنندگان درخواست میکنه تغییرات رو بنویسن و متعهد بشن که این مسیر رو ادامه بدن. اون قول میده تو جلسات بعد در مورد تغییر میداره و مسائل دیگه صحبت کنه که به روند موفقیت کمک میکنه.